امروز با هم به تبریز میریم، شهری که زمانی 2 تا از شگفتی‌های جهان رو در خودش جا داده بود. فکرش رو بکنین، یه شهر همزمان 2 تا مرکز تمدنی غول‌پیکر داشته. یه اتفاق واقعاً بی‌نظیر. اما سوال اصلی اینه، چطور چنین شاهکارهایی تقریباً از تاریخ پاک شدن؟ بیایید با هم کشفش کنیم. این مقایسه همه چیز رو نشون میده. یک طرف گذشته‌ای پر از شکوه و طرف دیگه امروزی تلخ. اول از همه بریم سراغ ربع رشیدی، یک شهر دانشگاه واقعی که قرنها از زمان خودش جلوتر بود. اینجا فقط یه دانشگاه نبود، یک شهر کامل برای تولید علم بود، یه اکوسیستم بی‌نقص. بهش میگفتن کمبریج قرن 7، دانشمندها را از چین به اینجا میکشوند، اروپا که دیگه جای خودت داشت. خب، حالا بریم سراغ شگفتی دوم. اگه ربع رشیدی مغز شهر بود، صاحب آباد قلب تپندش بود. مقیاسش رو ببینین، 160,000 متر مربع. تصور این عظمت واقعا سخته. برای اینکه درک بهتری داشته باشیم، این میدان تقریباً 2 برابر نقش جهان اصفهان بوده. پس اینجا فقط یه میدان نبود، بلکه مرکز کامل نظامی، مذهبی و فرهنگی تبریز به حساب می اومد. نکته کلیدی همینه. این دوتا از هم جدا نبودن، بلکه با هم یک چشمانداز واحد رو می ساختن. این مدل بی‌نظیر بعدها الگوی امپراتوری‌های بزرگی مثل تیموریان و عثمانی‌ها شد. حالا میرسیم به بخش تراژیک ماجرا. چطور ممکنه این غول‌های تمدنی اینجوری نابود بشن؟ نابودیشون یهویی نبود، بلکه تو 4 مرحله ویرانگر و در طول صدها سال اتفاق افتاد. اما ضربه نهایی رو دشمن نزد، بلکه بی‌تفاوتی خود ما بود که کار رو تموم کرد. اما فکر می‌کنین میشه این روند رو برگردوند؟ قطعاً. حتی احیای بخش کوچیکش هم میتونه یه تحول باشه. احیای اینها فقط بازسازی گذشته نیست، بلکه تعریف دوباره آینده تبریز و جایگاه جهانی اونه. پس موضوع دیگه فقط بازسازی چند تا ساختمون نیست، این تصمیم یک شهره برای پس گرفتن هویتش. چون اینها فقط تاریخ نیستند، این خود هویت یک شهرن که منتظرن دوباره کشف بشن. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارین. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسونید. باریش سسی سیزین سسی نیز.